در ناحیه وسع از شماره 13137 نفر دختران سن از 10 ساله تا 14 ساله 85 و از 3% آنها از ایمونیزاسیا بر ضد ویروس پاپیلومای آدم تا نیمه اول ماه اکتبر واکسن گرفتند. چاره‌بینی حالا ادامه دارد، طوری که متخصصان اطلاع دادند اثبات شده است که در این سن و سال ایمونیزاسیا بر ضد ویروس پاپیلومای آدم ثمره بخشی بیشتر دارد، زیرا سیستم محافظتی بدن پرقوت شده سالهای طولانی باقی میماند. واکسن سرایت را معالجه نمی کند بلکه آن را پیشگیری می نماید. بغیر از این در دایره برنامه‌های دولتی افضلیت از همه بیشتر به کودکان و نورسان داده شده است، زیرا در این گروه مقصدناک ایمونیزاسیا ثمره بخشی بیشتر دارد و از جهت اقتصادی فایده آور است، قید نمودند دکتران. ما کارمندان از 21 سپتامبر سال 2025 با عامه‌فهمانی به مردم خانه به خانه گشت بزرگ کرده، به مرکزهای سلامتی، به دیوت‌ها، به بنگاه‌های سلامتی، به کوچه‌ها رفته مردم را فهماندهی کردیم که از سن 10 ساله تا 14 ساله این ایمونیزاسیا گذرانده شود. چاره‌بینی‌های ما البته خیلی فایده کرد. 83% مردم کودکان این سن و سال به واکسیناسیا تامین کرده شدند. ایمونیزاسیا طبق نقشه پیشبینی گردیده در مؤسسه‌های تحصیلات میانه از جانب کارمندان طب گذرانیده شدند. در جمهوری تاجیکستان ایمونیزاسیای دختران بر ضد ویروس پاپیلومای آدم واکسینه 4 والنته گردسیل استفاده می شود. این واکسینه شخص را از یک چند نمود ویروس پاپیلومای آدم محافظت میکند. واکسینه ضد ویروس پاپیلومای آدم در عملیه ثمره بخش و بی خطر می باشد. در جمهوری تاجیکستان ایمونیزاسیا بر ضد ویروس پاپیلومای آدم بین دختران گروه‌های مقصدناک اهالی رایگان یعنی بی پول گذرانیده می شود. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.